مسعود رجوی بامداد خجسته یکشنبه 18 آذر 1403. تبریک به خاطر سرنگونی دیکتاتور سوریه، زمین ساز سرنگونی محتوم فاشیسم دینی در ایران. تبریک به خلق قهرمان سوریه با کهکشان شهیدان و زندانیان مقاوم و پیشتازان شورشگر برای آزادی و عدالت و یک انقلاب دموکراتیک. تبریک به خلقهای برادر منطقه که از رژیمهای خامنه‌ای و اسد آسیبهای بسیار و خسارتهای فراوان دیدند. تبریک به خلق قهرمان ایران، به مقاومت ایران، به مجاهدین، به ارتش آزادی و کانونهای شورشی برای سقوط دیکتاتور سوریه، نزدیکترین متحد خامنه‌ای که نوید بخش سرنگونی محتوم فاشیسم دینی در ایران است. انقلاب دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک به دست توانای خلق و پیشتازان و شورشگرانش در ایران اسیر محقق خواهد شد. Yeah.